مخلصم رفقا برای تو عشقا. آقا امروز بدم نهار، ولی یه نهار مخصوص و داستانی پشتشه که عجیب غریبه که برمیگرده به ما ایرانی ها و داستانش از قراره که الان نمیگم براتون بعداً توضیح میدم. الان این تابلوشه که تکس کوکو و مکزیکیه و گفتم دیگه داستانش حالا میریم داخل براتون کامل تعریف میکنم که ببینید چه داستانه باحالی پشتشه و خیلی از ما خبر نداریم. من امروز اومدم اینو براتون رمز گشایی کنم و حالشو ببریم. بزن بریم داخل. خونه منم خراب و دیوونه منم مستم به خدا رفیق پیمون منم. Thank you. خب به تو بدیم تو رستوران. حالا چیش برامون جذابه الان بهتون میگم. بفرمایید. بچه اینجا فقط اینجا رو داشته باشین لمب هد یعنی کله پاچه، ولی کله پاچه مدل مکزیکی. فقط هم کله پاچه نداره، با این یه دونه از غذاشه که کله پاچه است و فقط هم گوشت گوسفند اینجا داره. یعنی هر چی که داره تاکو بوریتو به چایی که مکزیکی خورنده تو آمریکا کانادا بیشتر میدونم منوی غذاهای مکزیکی ها، ولی همه ایش با گوشت گوسفنده. اما این هنوز داستان جالبش نیست. این فعلا فقط من گفتم که اومدیم غذایی که توی این رستوران سرو میشه همش با گوشت گوسفنده و کله پاچه هم داره، تاکوی مغز هم داره که من میگیرم. بریم اوردر بدیم تا داستانشو کامل براتون تعریف کنم. خب برای تو ما اوردر دادیم. اوردر چی دادم؟ اوردر دادم تاکوی مغز بیاره برامون، یه سرویس یا یه بشقاب گوشت گوسفند بیاره و یه دونه هم لمب هد. حالا یه دونش نمیدونم چون اونجا حالا سروی پرسی نوشته بود، حالا ببینیم چه جوری میاره دیگه. اونم اوردر دادیم. اول که براتون بگم این نوشابه مکزیکی ها، ببین ما ایرانی ها عاشق این نوشابه مکزیکی ها، اما کلکه با کوکاکولا سا چی میگی؟ ولی چون ساخت مکزیکه اینا، چون فرمولیه که با نوشابه شیشه یا قدیمه دونه تو ایران همون فرموله و طعمش با کوکاکولا تو آمریکا فرق میکنه و با شکر طبیعیه. واسه همین وقتی ما ایرانی میخوریم یاد اون نوشابه شیشه قدیمی ها میافتیم و یه حس نوستالژی باحالی داره و من هر جا که بیام ببینم از این نوشابه مکزیکی داره حتما نوشابه مکزیکی میگیرم. توستش هم که این ناسوسای لیمو که همیشه تو رستوران مکزیکی هست، این هم سسایه. حالا اینا که این ترشیه پیازه که بسیار تنده ولی خوشمزه، این هم پیاز و گیشنیزه و این هم سسایه تند که خوردنش همانا و پس دادنش کار حضرت فیله دیگه، ولی خوشمزه است با خورد و میخوریم. حالا امروز من با کی اومدم؟ امروز مهمون دارم. البته مهمون که من مهمونه اینا گفتم برم خونه آبجیم خونه عشقم دیگه. امروزم خواهرزاده کوچولو ما این کوچولو بوده مخلصم. این امیر کوچولوه منه هنوز. سنش زیاد، سن 2 ساله زیاده ولی برای من تو من وقتی دبیرستانی بودم این به دنیا آمده و تو بغل من بزرگ شده. واقعا اینقدر دوستش داشتم و دارم که هنوز برای من مثل همونه دیگه. آره خلاصه امروز هم با هم دیگه گفتم پاشه بریم سندیگو رو به چرخیم و خلاصه الان هم بدیم غذا رو بزنیم. غذا مکزیکی هنوز داستانا براتون نگفتم چون میخوام یه خورده همینجوری بیشتر وسوسه بشیم برای شنیدنش و تا انتهای ویدیو بیایم. غذا بذاریم بیاد اوردر دادیم، غذا اومد شروع کردیم، داستانم براتون تعریف میکنم. خب
برای به تو اومدیم سر داستان. اینجا تکسکوکو اسمش. تکسکوکو یه ایالتیه تو مکزیک، یعنی به قول یه استانیه تو مکزیک که نزدیک مرز تگزاسه، یعنی تگزاس آمریکا زیرش این ایالت تکسکوکوه. عجیب غریب بودن این رستوران اینه، کسایی که فرهنگ مکزیکو بدونند و فکر کنم نه. Yes please. Thank you. Could you please one more for him? Yeah, thank you so much. آره بچه این سوپ آبنو خودشه، خیلی خوشمزه است. ببین من نزده توش بدون میگفتم. خب چیز عجایبش همین نخوده. کسایی که با فرهنگ مکزیکو، فرهنگ غذایی مکزیک آشنا میدونن که اصلا مکزیکی ها معروفن به لوبیا خور، یعنی حتی مسخرهشون میکنن آمریکایی ها، اصلا میخوام بگن شما مکزیکی میگن لوبیا خوری و لوبیا جزء اصلا جدای ناپذیره غذای ما هم رسید. به این که آه کله پاچه رسید. thank you. اونم که نون داغ، اونم که سوپ نخودو گواکامولیا، اینم که گوشت گوسفنده. خب حالا براتون میگم چجوری اینا پخته شده و رمز موفقیتش در چیه. Thank you so much. داشتم داستانش رو میگفتم. مکزیکی ها اصلا نخود در سبد غذایش اصلا وجود نداره، اصلا نخود نمیدونن چیه، فقط لوبیا برنجینا. و همونجور که میدونید نخود مال فرهنگ ماست، یعنی ما ایرانی ها هیچکی تو دنیا فکر نکنه اندازه ما ایرانی ها نخود بخوره. البته خب خصوصا قدیم ها که خب نخود جزء حبوباتی بوده که تو ایران زیاد پرورش داده میشده و قوت غالب مردم بوده. برعکس thank you so much. ببین تاکوی مغزا ببین مغزا درد میگیره. یا اول حسن یا حضرت انیشتین، چون مغزش از همه گنده تر بود، نمیذاره که من تونیم داستانا براتون تعریف کنم، یه چیزی میاره دهنم آب میافته اینجوری. آره میگفتم اصلا مکزیکا نخود نمیدونن چیه. خب این قضیه رو داشته باشی. حالا بریم سراغ گوسفند. بازم اونایی هم که با مکزیکی ها آشنان فرهنگ غذایشون رو میدونن که قوت غالب مکزیکی ها گوشتی که مصرف میکنن پرکه، یعنی خوک، و بعدش تازه بیفه، یعنی گوساله‌بانی. اصلا گوسفند اصلا ندارد، اصلا نمیدونن، نه که ندونن چیه ولی اصلا نمیخورن. ولی میبینیم که اینجا که اووردن فقط با گوشت گوسفند. هنوز داستان کجاش جالب میشه اونجا که برمیگرده به ما ایرانی ها. پس تا اینجا فهمیدیم که این غذا برای خود مکزیکی ها عجیب غریبه که گوشت گوسفند و خود کله پاچه یه حرف. حالا برمیگردیم به روش پخته اینا میان گوسفند ها. حالا اینا من اسمش اینجوری میگم یه چاله تو زمین میکنن قشنگ، نه چاله فکر کنید چاله تو خاکا، مثل یه قشنگ مثل حالت چاه کوچیک در میارند و توش زغال میریزند و گوسفند درسته را آویزون میکنن، زیرش هم یه قابلمه بزرگ میذارند و زغال آتیش شده درش هم میبندند و با جل قشنگ درش هم میپوشونند تا 24 ساعت این قشنگ تو دمای خودش به قول معروف اسلو کوک بشه و آب و چربی اون گوسفند که پخته میشه تو اون قابلمه زیر جمع میشه. تو اونم نخودای نامیریزن، نخود و ادویه که این وقتی اون تو ریخته میشه خودش پخته میشه. الان شاید خیلی تا اینجا فهمیده باشن که چقدر شبیه این پخته شبیه ما تو ایران خودمون، خیلی جای ایران خودمون اینجوری تو تنور میپختن گوسفند گوشتو. تنورهای ایران قدیم زمینی بود دیگه و تو تنور برو سیستان بلوچستان بگیر تا برو شمال خراسان، گیلان، مازندران، سمت غرب، کرمانشاه، آذربایجان، حتی تو کشور ترکیه، حتی افغانستان،
ازبکستان. این روش پخت است، روش پختیه که مال ماست، یعنی مال اون منطقه است که تنور داشتیم و تنورهای زمینی و اینجوری میپختیم. تا اینجاش الان شک کنید پس اینا مکزیکی ها چرا این؟ چون مکزیکی اصلا این همچه روشی ندارن، غذا دیگهشون اینا اصلا روش پختشون یه جوری دیگه است، یه سیستم دیگه است. حالا میریم سراغ قسمت دوم که اصل داستانه. بذاریم من یه لقمه بخورم، تخمم افتاد. میام قسمت دوم برای تعریف میکنم. بله ما تاکوی مغزو زدیم با اجازتون. خوشمزه بود ولی خب مغزش و ادویه و پیاز و اینا خیلی زده بودم بهش، اصلا طعم مغز نمیداد. کلا مغزش یه مغز دیگه بود ولی خوشمزه بود. تا الان راضی هم ازش، خدا ازش راضی باشه. خب دیدین یه فود تستر من آوردم تخصصی برادون گفت دیگه مغزش آره مثل مغز کله پاچمون رو نمیداد چون ادویه مکزیکی و پیاز اینا توسه، ولی خوشمزه بود و نه که بگم بد مزه بود. یعنی میخوام بگم با اون دید مغز کله پاچه خودمون یه بیای بخوری اون مزه رو نمیده ولی خوشمزه بود. این سراغ قسمت بعدیش من میخوام برم تو کار چشم. عاشق چشم تو، یعنی یا اصلا چشم از هر زیبایی خوشمزگی همه چیه. چشم بزنم بعد میام ادامه داستانه میگم براتون. بچه‌ها جادون خالی خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است چون اینا تو تنور پخته شده و تنوری گوشتش هم اینجور. منم 2 تا چشم خوردم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. خلاصه امیرم فداکاری کرد و گفت دایی بخور 2 تا چشم تو دوست داری، من نمیخوام تو بخور دیگه. دمش گرم. منم زدم به بدن 2 تا چشم. حالا میریم که ادامه داستانه داشته باشیم. صبر کنید تا من تجهیزاتو برقرار کنم. اگه پستای داده وحیدا لایک نکنیم و کامنت نذاریم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی بعد جو. خب بتا اصل میایم سر اصل داستان. من باید از یه جهت دیگه داستانه شروع کنم که متوجه شم. من یه رفیقی اینجا دارم که این کارهای سیتیزنی خودم و دیگه کارهای گرین کارت بابا مامانم و اینها رو هم او انجام داد. ایرانیه، خیلی مسنه، فکر کنم بازنشسته باید شده باشه چون مثلا من 10 سال پیش که این کارا رو کردم اون موقع دیگه سنش خیلی بالا بود. کاری ندارم. این اینجا دفتر حقوقی ایمیگریشن اینا داره. اینجا هم که ما الان هستیم راستی یادم را بدون بگم اینجا دم مرز مکزیکه، یعنی شما به فاصله مثلا 5 دقیقه میرسین در مرز مکزیک، یعنی خیلی نزدیکه. و این رفیق ما دفتر ایمیگریشن مخصوص مکزیکیا داشت، حالا را نمیدونم که فقط هم با مکزیکیا کار می‌کرد. تا انقدر با اینا کار کرده بود که اسپانیش و زبون مکزیکی مثل بلبل مثل خودشو حرف میزد. ولی خب من به واسطه رفیقاتی هم که باش رفیق شدم کار ما رو هم داشت انجام میداد. یه روز من اومدم پیشش درگیر کارا که بودیم، بعد بهش گفتم آره میخوام بریم ناهار بخوریم و بریم. آدرس اینجا رو داد. خب برین اینجا، برین حال کنین کله پاچه و گوشت گوسفندی. عجیبه مکزیکی غاره. بیشین تا داستانش برات بگم. حالا اینجا داستان شروع میشه. تو مادر صاحب اینجا مادرش میگه اومده بود برای کار ایمیگریشنش پیش من و مکزیکیا برخلاف ایرانی ها مثلا ما تو شناسنامه‌مون فقط اسم پدر و مادر ما هست دیگه، ولی مکزیکیا تو شناسنامه‌شون به علاوه اسم پدر مادر اسم پدر بزرگ و مادر بزرگاشون هم هست. و این مدارکش آورد پیش من داد که من کارای اقامت های ناشو انجام بدم و اینا. من میگفت همینجوری که داشتم اپلیکیشناشو پر میکردم فرماشو پر میکردم اسم پدر بزرگ مادر این میگفت خب اونم یه زن پیری بود دیگه، مثلا با هم موقع مثلا 60-70 سالش بود. میگفت اسم پدر بزرگش هم ایرانیه، محل تولدش هم تبریزه، یعنی اسم پدر بزرگی که یعنی میره برمیگرده به 100 سال پیش مثلا اون پدر بزرگه. خیلی برام عجیب غریب بود دیگه. میگفت ثبت کردم روزی که مادر این اومد ازش پرسیدم که آره تو اسم پدر بزرگ ایرانیه؟ گاره این پدر بزرگی من مثلا سوال این ناشه دقیق به من گفت، من الان حضور ذهن ندارم ولی مثلا حرف مال 100 سال پیشه. مثلا اون موقع این از ایران اومده بود آمریکا تو تگزاس و رفته بود سرقت بانک. ببین از تخصیونست اون موقع
رفته بوده سالا با دوست رفیقاش یه بانکی زده بودن و دیگه اون موقع مثلا دنبالشون بودن، فرار میکنه میاد مکزیک. رفته بوده مکزیک از آمریکا که تحت تعقیب بوده و تو مکزیک هم تو همین ایالتی که مثلا خب نزدیک مرز بوده میره توی در و دهاتاش اونجا زندگی شده دیگه شروع میکنه. موقع هم جوون بوده بودیه، میره زن میگیره و برای خودش دیگه اونجا زندگی میسازه، مزرعه‌ای میخره و مشغول میشه به کار و زندگی. بعد جالبش اینه که خب اینم مال ایران بوده دیگه، خب غذا مکزیکی هم میگم همشون پرک و خوک و این چیزاست. این دوست نداشته و برای خودش میره مثلا گوسفند حالا میره میاره پرورش میده برای خودش تو مزرعه خودش شروع میکنه دیگه. برای خودش وقتی میخواسته بپزه به این روش یه تنوری درست کرده بوده و مثلا گوسفندو میپخته و همین به همین سیستم تو ایران خودمون با نو خدا اینا نو خودم خودش میکاشته تو مزرعه خودش. مثلا تو چند تا جشن و مراسم و اینا این غذا رو درست میکنه و مکزیکیایی که خب دور و برشون کف میکنن این غذا رو میخورن و حال میکنن و اینقدر این معروف میشه که همونجا مثلا دیگه رستوران، حالا نه که فکر کنی حالا اون زمان رستورانه به سبک، حالا دیگه تو سیستم همونجا میزنه و دیگه این سبک غذا رو درست میکنه که انقدر معروف میشه که این همینجور پدر به پسر میرسه تا اینکه دیگه این پسرش بلند میشه از مکزیک میاد تو سندیگو و اولین رستورانا که همینجاست ما الان توش نشستیم تأسیس میکنه با همون روش پختی که البته الان خیلی تو همون خصوصا همون استان دیگه معروف شده، چون این 100 ساله که اومده این از بسکی مردم دوست داشتند و تنوع عجیبی بوده براشون تو طعمای غذایی و میشه کسی باشه که غذای ایرانی بخوره و دوست نداشته باشه. و جالبیش اینه که ببینین یه ایرانی مثلا بلویشه میاد بر حسب اتفاق گذرش میخوره به مکزیک و زندگی اونجا تشکیل میده، یه غذایی اونجا درست میکنه و شروع میکنه به یه جوری نشر کردن و شیر کردنش با بقیه که شده الان جزو یکی از غذاهای خیلی عالیه مکزیکیه که الان حالا میگم ما امروز هم سه شنبه وسط هفته است تقریبا توی تایمی هم هست که خلوته ولی آخر هفته اصلا جا نیست، چون من این دفعه اولم نیست میام اینجا، من زمانی هم که اینجا زندگی میکردم زیاد میمدم و خیلی حالش میبردم. خلاصه جادون خالی اینا رو گفتم که و آوردم بدون اینجا که داستانه به نظر خودم جذابه این غذا فراموش شدنش تو فرهنگ مکزیکی ها رو بدونی که باعث بانش بازم یه ایرانی بوده، یعنی یا همیشه رد پایه یه ایرانی میتونی پیدا کنی پشت هر قضیه خوشمزه. البته قربونتون برم بقیه‌شو بزنم. اینم مغز خود کله زبون و بند و بساط، اینم گوشت هم هنو مونده. بریم ما منهدم کردیم، یعنی مثل یه لودر افتادیم به جونه، یه دونه کله کامل و یه پرس گوشت کامل و تا مغز و دوباره هم برامون نون آورد. من خودم فکر نمی کردم اینقدر بخورم ولی اینقدر خوشمزه بود که اصلا سیر شده بودم ولی نمیتونستم دل بکنم ازش، بستی خوشمزه بود. دیگه امروز هم دیگه با تستر معروف استاد واقعا حالا اغراق نکنم 8.5 از 10. اگه یه خورده گارسوناشو خوشگل تر بودن شاید 10 از 10. ولی عالی بود، عالی. گارسوناش هم خوشگل بودن بنده خدا، خیلی خوب بود. جاتون خالی، واقعا جاتون خالی. خب بچه‌ها جاتون خالی، واقعا جاتون خالی. یعنی آرزوم روزی بشه بتونیم دور همیایی بذاریم با هم دیگه که اونایی که میتونیم دور هم جمع شیم و با هم وقت بگذرونیم و خوش بگذرونیم.
و چرا که نه، امیدوارم هرچه زودتر این آرزو بشه برآورده کرده. با دوستا رفیقا دور هم جمع شد. خیلی غذای خوبی داشت و بیشتر هدف من این نبود که بیام حالا نشون بدم غذا خوردن یا اومدیم حالا رستوران غذا بخوریم. بیشتر هدفم اون داستانی بود که پشت این غذا و پشت این رستوران بود که خب خیلی به ما مربوط میشه، به ما ایرانی‌ها، به فرهنگ غذاییمون که چقدر ریشه داره و چقدر ما فرهنگ غذاییمون دوست داره و هر کی بخوره غیر ممکنه دوست نداشته باشه. به چایی که تو خارجن خصوصا امریکا و اینا میدونن، کسایی که میان خونه ما مهمونی آمریکایی هن و قرمه سبزی میخورن، تهدیک میخورن، هر چی، یعنی پلولوبیا میخورن، انواع کبابامونو میخورن، یعنی همهشون بلا استثنا یعنی بهترین غذاییه که تا حالا تو عمرمون خوردیم و اینم خودش باعث افتخاره برای ما ایرانی‌ها، چون غذا یه چیزیه که نشون دهنده غنی بودن فرهنگ اون مملکت و اون کشوره و ما باید بهش افتخار کنیم. عشق منید، مواظب خودتون باشین، غذاهای خوب بخورین، سالم، سلامتیتون مراقبت کنید، حسابی از خوشگلی یادون، خصوصا تو که خیلی خوشگلی جون، بخورمت رفیقام، همه خوشگل و خوشتیپن. چی دیگه یادتون نره؟ لایک، سابسکرایب و رفیقاتون بفرستین، حتما اون زنگوله رو بزنید. هر جمعه واسه شنبه هم که من ویدیو جدید میذارم یوتیوب، ببینید و حالشو ببرید و انرژی ها برای من بفرستید. عشق منید، میخوامدون تا ویدیو بعد. Shots no chasing, we cranking up the bass and hide in the graves of the kids who went to space. Can't beat so hard to make your motherfucking face cramp. Fuck dancing, we gon' turn this party to a wasteland. Rock spit popping out, pride pop a socket. If you think I'm finna stop, you should probably check your opticals. Smash motherfucker, know they shit ain't optional. Someone better end up in the motherfucking